سنم ببخشید معذرت میخوام. میشه کمکی به من بکنی؟ نه مادر عزیزم ببخشید شرمندتم ازت. میتونی اینو برام نصب کنی اینجا؟ اینو برای من نصب میکنی؟ هر چی تلاش کردم نتونستم. بیا مادر این سنج آقا اگه میتونی با اینو بزن. اجرت با امام حسین. شبا هیئت میری؟ من آره هیئت داریم. همه میرم مگه کسی هست نره؟ کاش من پای رفتن داشتم میتونستم برم. خیلی دلم میخواست توی مراسم باشم. آج خانم همینم قبول بکنم. قبول کردنی باشه همینو بکرد. من میخواستم یه روزه تو خونم بگیرم نشد. گفتم اگه شما لطف کنی برای من یه روزه‌ای بخونی یه چایی امام حسینی برات بریزم. بشی مادر بشی اینجا. تو مهمون امام حسینی. خدا بود که هر دو نفری که جمع شن برای پسر ما روزه بگیرن، نفر سوم من مادرش فاطمه روزه با روزه فرقی نمیکنه. هر روزه کیه دوست داری بیشتر بخونی؟ حضرت رقیه. من بلد نیستم که تو گوشیت هم نداری؟ تو گوشیم چرا؟ روزه خون بخوای دارم بگم بیا واسه بخونم. قسمت باشه میاد واسه بخونه. چشم. یه روزه واسه بذارم حاج کنم. سر من همین بس یا احمدم و جونم از آن لحظه که دیدم در دهانت نیست دندانی، بدم می آید از این چند دندانی که من دارم. یه روزه علی اصغر برام بخون یه ذره. یه روزه علی اصغرم میخونم میشه. عزیزم رفته بابا بشه سیراب و برگرد، دلم رفته به دنبالش که وابستم بهش خیلی، خدایا زود برگرده. دست خودم که نیست اگر گریه میکنم، نام تو را که میشنود ای امام حسین مادر خیلی خوب بود. خدا ای خیلی برای دختر من برید. ای آب بقا اشک روانت عباس، ای نور خدا در دل و جانت عباس. عزیزم بشه نه بفرمید برای تو چای بریزم. ای کس و کارت ملو الهی بدم المظلوم، الهی بدم العطشان، سینه بزنید بچه برای امام حسین. بدم زینب کنار بدن اوریان، یا رب الحسین به همون تنی که شد غرق به خون. بعدی از در عاجت ما و این مادر رو برآورده به خیر ببر. خدایا این روزه بیلیا گوشه خیابون لحظه من که ما روزه رو الهی که همیشه مجلس امام دعای خیر شما. خانم هر روز داری؟ ایشالله با امید هر خدا. 30 ساعت؟ بله خدا ما ایشالله. رفتیم تا دم در خونه دلم نیومد. سرم خودمون برگردیم مدرسه سخت میده. قربونت لطف کرد. خواهش کردم که بیاد برامون بخونه. قربونت برم زنده باش. هر روز دست شما در الهی ایشون محبت کردن اومدن برای من خوندن. شما دعا کنید چقدر بخیر باشید برای خدا عاقبت بخیرت کنه. چقدر قشنگ خوندی. خیلی باصف. هم روزمو بزرگتر کردی هم دلمو شاد کردی. مهمون گل برام آوردی. ای دختر قشنگ قربونه قبول حق باشه. بگیر عزیزم. قربون محتاج دعای. میگم حالا این
دوستان برادرم اینا روزه خونن میگم بیاد حالا یه واسه روزه بخونه من میخوام برم سر کار اجازه میدی ما بریم فدات بشم این هدیه امام حسین به شما پرچم زدید حالا در خونتون آره بابا من اون دور تا دور خونم و من مادرم زده پرچم خدا اجرش بده ایشالله روزیه اون بوده ایشالله که سلامت بشه لحظه من که اون دوسته رو سر من گفت چشم عزیز هر چی از خدا میخوای بهترین رو بده امام رضا میگیریم من این علما رو شیبه ها رو از ته قلبم دوست دارم